زمینم رو هم که از قبل پتینه کردم که توی آموزش هاتون هست. شروع میکنم از زیرترین گلم که گل بالایی هست کار میکنم. ملاتی که دارم استفاده میکنم ملات سفتی هست بچه ها. من اصلا با ملات نرم کار نمی کنم. ملات سفتیه که میبینید برش میخوره راحت با کاردکم. شروع میکنم از قسمت بالایی کارم حجم رو میذارم. من هر کجا که میخوام برجسته تر باشه حجم اولیم رو میذارم و بعد شروع میکنم یه تکه ملات رو بر میدارم و اون قسمت رو برجسته ترش میکنم. این لبه رو من نادیده میگیرم، لبه‌ای که برجسته شده. حجم زیری رو تصور میکنم که میخوام اول زیر گلم رو درست کنم. پس شروع میکنم این قسمت رو فید میکنم و حجم زیری گلم رو میسازم. توی این گل یه جاهایی میبینیم که مثل چین خوردگی برجسته تر. من حجم رو میذارم و اون چین رو بهش میدم. کاملا توی دستم یه حجم رو بر میدارم این شکلی. به همون حالتی که دارم میبینم یه طرفش رو توی این فید میکنم، یه طرف رو فشار میدم تا این حالت برجسته بودن رو به من بده و انتهاش رو میچسبونم به زمینه. میام شروع میکنم با قلموی مرطوب مرتبش میکنم. حجم هایی که گذاشتم مرتب میکنم با فشار پهنای قلمو، اونم خیلی کم نه زیاد. حتی میتونم این پیچ و تاب و چینی که روی کارم دادم رو بیشتر مشخصش کنم. الان میخوام اینجا روی حجمی که گذاشتم اون برجستگیم رو ایجاد کنم. میام یه حجم رو بر میدارم کف دستم. هر چقدر که این ملات سفت‌تر باشه بهتره. یه مقدار روی این ملات رو صاف میکنم. بچه این ملات من ضخامت داره ها. میبینید دیگه ضخامت این رو. برجستگی تقریبا این قسمت هاست. میام تو حجمی که داشتم برجستگی رو میذارم. من میام از یه تکه یونولیت، از هر چیز دیگه هم میتونید استفاده کنید، حتی از یه لیوان یک بار مصرف، از هر چیزی که بتونه اینجا بمونه و بعد از اینکه خودش رو گرفت من اینو بیام بردارم. الان شروع میکنم روی همین رو هم به راحتی حالت میدم. و اجازه میدم تا یه مقدار خودش رو بگیره. تو قشنگ میبینیم که یه حجم اینجا گذاشته شده که یه لبه تیز داره. من میام اول قسمت پایینیش رو فیکس میکنم که مطمئن بشم چسبیده و بعد شروع میکنم به مرتب کردن حجم.
توی تصویرمون این انتهای گل رو نمیبینیم، ولی ما باید تصویر سازی کنیم دیگه، این انتهای گل رو هم براش ادامه بدیم تا بعد گل بعدی میاد این قسمت ها قرار میگیره. الان میتونم بیام اینجا این قسمت دوباره این لبه‌ای که گذاشتم رو برجسته ترش کنم و خوشگل ترش کنم و این ملات رو کف دستم یه مقداری صاف کنم و بعد اینو با کاردک بردارم و بیام شروع کنم اینجا. خب ادامه این باز یه برجستگی داره که من میام با حجم گذاری این برجستگی رو میدم بهش. و باز روی لبه پایینی این قسمت رو هم باز الان من خیلی راحت تر میتونم حجم گذاری انجام بدم. میبینم که این قسمت یه توپلی و یه برجستگی داره. حجم رو میذارم اینجا و آروم به دو طرف فیدش میکنم. الان میخوام برم سراغ گل بعدی. گل بعدی رو میام باز هم مثل قبل اول قسمت داخلی گل رو کار میکنم. قسمت داخلی به پایین که میرسه باید حجم کم بشه و به صفر برسه. میبینید بچه ها، من همینطوری که دارم حجم رو میذارم دقیقاً به حالت قسمت داخلی که پیچ میخوره کاردکم رو هم میچرخونم. و قسمت لبه‌ای میبینید که این شکلی به اون سمت چرخیده، به این طرف داره نشون میده که لبه برگشته به سمت گل زیری. یه حجم رو بردارید، پایه این لبه رو میذاریم بچه کاری به این ظاهر قضیه نداشته باشید، این فقط برای ما پایه است چون داریم بدون آرماتور کار میکنیم. میخوایم این پایه خودش رو بگیره مثل قسمت های دیگه که دوباره اومدیم روشون حجم گذاری کردیم. این کار رو باز برای این انجام بدیم. الان میتونم این لبه رو کار کنم. حجم رو کف دستم یه مقدار صاف میکنم. قسمتی که لبش هست رو لبه برگمه اونم مرتب میکنم. این قسمت مهم نیست چون میخوام کاملا فیدش کنم توی برگم. حجم رو این شکلی دقیقاً به حالتی که دارم اون برگو میبینم میام میذارمش اینجا و شروع میکنم فیدش میکنم. اصلا نیازی نیست الان روش بیایید زمان بذارید فشار بیارید. این یه ذره اینجا که چسبیده شده دیگه خیالم راحته، بهش اجازه میدم تا خودش رو بگیره و بعد دوباره میام روش کار میکنم. اون قسمتی که میخوام حجم داشته باشه میام نصبش میکنم. اگر دیدم که نیاز داره یونولیت استفاده میکنم برای اینکه خودش رو یه مقدار بگیره. الان نگاه کنید این یونولیت قبلی منه دیگه. البته هنوزم میتونم بهش اجازه بدم که بیشتر سفت بشه.
ولی میبینید میتونم راحت از زیر کارم در بیارم. شروع میکنم اون قسمت های بالایی که خودش رو گرفته یه سری پیچ و تاب، برجستگی، لبه هایی که دوست دارم رو بهش اضافه میکنم. یه دونه حجم رو برمیدارم، میام روی یکی از این چینایی که داشتم میذارم و حجم رو اضافه میکنم و از دو طرف فیدش میکنم. دست اولیه که دارم ماستیک میزنم و میخوام کامل این پستی بلندی هایی که تراشیدم رو پر کنم. پس با ملاط این کار رو انجام میدم که یه مقدار سفت‌تر از حالت عادی باشه، حالت عادی ماستیکمون، که هم بتونم حجم بهش بدم، هم یه جاهایی که تو خالی یا نیاز داره با این ملاط پر کنم، مثل این قسمت داخلی گلم. کامل با قلمو ملاط رو بر میدارم، میذارم اون داخل، هلش میدم توی تمام این درزها و به فرم برگم قلمو رو میچرخونم. الان دوباره شروع میکنم به تراشیدن و صاف کردن همون ماستیک و حجمی که دیروز گذاشتم. لبه هایی که گذاشته بودم الان به راحتی میتونم بتراشم و فرم بدم. سطحی که گذاشتم، رد قلمویی که مونده، به راحتی با لبه های قلم نقالی یا کاردکتون میتونید سطح صافی رو ایجاد کنید. اگر یه قسمت هایی که دارید میتراشید، وقتی که قلم نقالی رو میکشید قلم نقالی اونجا گیر میکنه، اول روی اون قسمت، اون یه جورایی سرعت گیر شماست، اون قسمت رو بردارید و بعد شروع کنید کامل این کار رو انجام بدید. چون اگر اون سرعت گیر رو بر ندارید هی ضربه میخوره، تو رفته میشه. ولی اگر اون سرعت گیر از جلو دستتون برداشته بشه، قلم نقالی خیلی راحت تر حرکت میکنه و سطح صافی رو به شما میده. کار اگر خشک بشه و کاملا سفید شه، واقعا دیگه نمیشه به این حالت تراشیدش. شاید بتونم با اسپری کردن آب
یه مقدار از روی سطح رو بردارم، ولی این که بتونم به حالت فرمدهی بتراشم نمیشه. خب اینجا من تراش رو دوباره دادم و الان دوباره میخوام شروع کنم به ماستیک کردن. بافت ماستیک باز هم نرم نیست، یعنی منظورم خیلی رقیق نیست، یه مقداری سفت‌تر از حالت عادیه، به خاطر اینکه اگر این مشکلی که برای همه پیش میاد، میان ماستیک رو خیلی رقیق درست میکنن و بعد از تراشیدن وقتی میخوان اون ماستیک رقیق رو بزنن، ماستیک روی کارشون لیز میخوره و قشنگ نمیپوشونه. به خاطر همین ما ماستیک غلیظتری رو درست میکنیم. شروع میکنم از همون بالا، تمام قسمت هایی که تراشیده بودم دوباره ماستیک میزنم. این بار ماستیک من سطح صافتری رو باید به من بده. اون قسمت هایی که پستی بلندیه دوباره با ماستیک پر میکنم، ولی سعی میکنم سطح صافی رو ایجاد کنم. این قسمت رو اگه ببینید شاید برای خیلیاتون پیش بیاد و براتون سوال باشه خب ما باید با این همه نامرتبی چی کار کنیم؟ این زیر کار ماست، مخصوصا برای دسته گلای انتزاعی خیلی این اتفاق میفته و مخصوصا اینکه ما داریم بدون آرماتور کار میکنیم. توی این شرایط قشنگ ملات رو بر میدارید و این پشت با یه شیب سطحش رو صاف میکنید. الان پشت کار من دیگه تمیز شده و بعدا میتونم با یه ماستیک نرمتر ما بقیه قسمت ها رو هم تمیزشون کنم. برای این قسمت دوباره همون جوری با نوک کاردک ملات رو بر میدارم، با شیب برگی که دارم با اون همون حالت حجم رو میذارم و با قلم شروع میکنم به تمیز کردنش. من میخوام لبه های کارم کاملا تیز باشه، پس میام از دو طرف سنباده میکشم تا لبه نازکی داشته باشم. اگر شما قصد داشته باشید که این کارتون نور مخفی داشته باشه، میتونید داخل این گلها یا زیر این برگ ها نور مخفی رو بذارید که آموزشش توی ویدیوهای بعدیتون گفته شده و جداگانه آموزش نور مخفی به شما داده شده. برای من سنباده دست آخر بود، البته یکی مونده به آخر. گرد و خاک کارم رو میگیرم و شروع میکنم کارم رو دوباره اسپری کردن. میبینید که الان وقتی آب رو اسپری کردم کاملا این سوراخ ها، یه مقدار پستی بلندی ها، اطراف کارم، گوشه ها، اینجا این قسمت ها، این سوراخ هایی که روی سطح کارم اومده، تمام اینا رو من باید الان با این ماستیکی که دارم بگیرم. میبینید که این دفعه ماستیکی که دارم فوق العاده شله، خیلی نرم. نسبت به ماستیک های قبلی من این ماستیک فوق العاده نرمه. برای دست آخر شما یه همچین ماستیکی نیاز دارید، چون در نهایت قراره با یه سنباده نرم و 180 سنباده کشی بشه که سطحش رو مخملی میکنه. دیگه تموم شد.